رفتم، یه افغانی بود غسل جنابت میخواست بکنه، اینجور غسل میکرد، از بس که وسواس شدید بود میگفت بسم الله الرحمن الرحیم غسل جنابت بیجا آورده میکنم، با نیت همبستری با صبیای مولا محمود قلمدار کابلی براوش بکن درکش از قبل تاتش که تزرش کرده قربتن. خواهی گفتن نداره، کجای دین گفتن این حرفا زشت. بله پدر زنشم دو تا دوشون بر وایستاده بود توی حمام، صدا میپیچه دیگه، این داره اسم سبیه میاله، اینو میشنید مولا محمود روشی بکن درکش. از بس که وسواس شیطان گفت زیری بقل ما آب رفتن نکردید، درز کان ما هنوز خشکه، دوباره از اول شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم قدس جنابت بیجا آورده میکنم، با نیت همبستری با صبیه مولا محمود قلندر کابلی براوش بکن درکش از قبل تاتش که تزرش کرده قربتن. یه دفعه پدرزنه عصبانی شد دیگه، طاقت نیاورد، در دوشو باز کرد و بستش به فوش. گفت سگ پدر مردگو چول بله خواهی کن پس و پشت، ای غسل خودش کرده کن، چه کار داری به صبیه مولا محمود؟ مولا محمود قبر پدر خود ریده کرد، همچی دامادی گرفت. پسر تو اما شأن تو تاریکی من هستی. افتاد